اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروزه درس ما چه گفتیم؟ سوره ممتحنه هست. سوره که نامش چی است؟ امتحان. از ممتحنه امتحان شونده، یعنی چون در این سوره آیتی هست درباره امتحان کردن زنهای مهاجر که الله به پیامبر چه خیلی گفتم امر میکند که زنهایی که از مکه به نزد تو آمدن اول امتحان کن، بعد آنها را هجرتشان را قبول کن، چون بعضی زنها به خاطر ایمانشان هجرت نمیکنند، به خاطر زندگی خوب یا شوهر خوب یا چیزی دیگر هجرت میکنند. برای همین این سوره چی است؟ درباره زنها هست و ان شاء الله یعنی آخران آیتش درباره زنها هست که به اذن الله گرفته می رویم. و این چنین در این سوره خواهران عزیز مسئله های مهم عقیده هست درباره دوستی کردن با کافران، دشمنی کردن با کافران و درباره کمک کردن به کافران، در مسئله های اذیت دادن مسلمان ها یا ضرر رسانیدن به مسلمان ها یا ضرر رساندن به مسلمان ها. و این چنین در این سوره آیتی هست درباره اینکه کافری که بر علیه دین تو نمی جنگد به او اگر خوبی کرده گناهکار نمیشه. خوبی یعنی معامله کرده، که این مسئله های مهمی چی هستند؟ مسئله های مهمی عقیده هستند و چه خیلی که پیش از سبت به شما گفتم امروز گروه هستند، گروه از تکفیری های زحمتکش که به همه میگن اگر پدرت مشرک است به او سلام دادن حتی ممکن نیست، به او تماما رابطه ها رو باید قطع کنی، به همه اهل بدعت باید قهری شوی و همین گونه فکرها اینقدر زیاد است که چندین نفر چیکار میکنن؟ به نزدیکترین آدمشون سلام نمیدهن، حتی که گویا که این کافر است و به کافر عموما یگان خوبی کردن ممکن نیست، سلام هم دادن ممکن نیست، در حالی که آن نفر چه هست؟ یک مسلمانی هست که این گروه به دلیل های خودشون که اون دلیل فقط در اینها هست، در دیگر عالم ها نیست و در دیگر ها نیست، تکفیرشون میکنن. بیایید همین سوره ممتحنه رو یک بار گیریم، چون من دیدم چند نفر از آیات های سوره ممتحنه استفاده برده. خیلی یعنی پدری ابراهیم علیه السلام آزری آتش پرست مشرک رو به پدر یک تاجیک مقایسه میکند که چرا ابراهیم از پدرش بیزاری جز تو نمیجویی. یعنی امروز پدر یک تاجیک رو مقایسهش میکنن با شرک همان آزری که سبحان الله در شرک آزر یگان نفر شبهه ندارد، اما یک پدر تاجیک بیچاره مسلمان رو چی میکنن؟ تکفیر میکنند و به فرزندش میگن تو باید براءتت رو از او اعلام کنی. بیایید همین سوره رو بگیریم. مسئله های عقیدوی هم در اینجا خیلی روشن میشود و میبینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آخران آیت این سوره به زنها کدام شرط ها رو گذاشتن، کدام زنها کدام شرط ها رو گذاشتن تا هجرتی حقیقی آنها، هجرتی که در حقیقت به خاطر الله و رسولش هست چگونه باشد. در این باره هم انشاءالله صحبت میکنیم. اولین آیت پروردگار میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. پیش از همه خواهران عزیز، هر اکثریت آیات و سوره ها سبب نزول دارند. یک سبب شد که این آیت نازل شد یا این سوره نازل شد. در اینجا الله میگه ای آنهایی که ایمان آورده اید، دشمنهای من و دشمنان خودتان را به خود اولیا، دوستان نزدیک نگیرید، و آنها شما مهربانی اظهار میکنید در حالی که آنها کفر ورزیدن به اون چیزی که به شما از حق از قرآن آمد، و این چونین هم شما را هم پیامبر را به خاطر اینکه به الله ایمان دارید از کشورتان خارج کردن، از وطنتان خارج کردن. یعنی الله چی گفته شروع میکند؟ ای آنهایی که ایمان آورده اید، کافری که هم دشمنی خودتون است هم دشمنی من است، یعنی الله میگه هم دشمنی من است، پروردگار شما است، هرگز برای خود دوست نگیرید. نباید یک مسلمان دوستش کافر باشد.
اکنون درباره سبب نازل شدن همین آیت حدیث در صحیح بخاری هم هست، در تمام کتاب‌های سنن هست خواهران عزیز، این که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که به صلح حدیبیه به فتح مکه برآمدنی میشوند، یعنی برای فتح کردن مکه، و الکی لشکرها هم آماده بود و پیامبر خیلی میخواستند و دعا هم کرده بودند که مشرکان از این نقشه پیامبر بیخبر باشد، یعنی مشرکان رو غافلگیر کنند. یک بار پیامبر چیکار کنند؟ به مکه روند و مکه رو فتح کنند، آن هم با عدد جیش زیاد و خونریزی نشود، غافلگیر شوند و آنها تسلیم شوند. پیامبر همین نقشه رو میکشند و به مسلمان ها میگویند و دعا میکنند که پروردگار مشرکین از همین نقشه ما بیخبر بماند الها. اما خاطب ابن ابی بلتع یکی از صحابه هایی که خودشان از اهل یمن هستند ولیکن در مکه زندگی کرده بودند و هجرت هم کرده بودند و در جنگ بدر هم اشتراک کرده بودند. خاطب ابن ابی بلتع همین نقشه پیامبر رو در یک کاغذ می نویسند، یعنی مکتوب می نویسند و اون مکتوب رو به یک زن میدن، یک زنی که بین مکه و مدینه آمده میگشت، به اون میدهند که این رو میبری و به دست مشرکان میدهی. یعنی چیکار میکنن؟ گویا جاسوسی که از نقشه پیامبر که اهل مکه آگاه باشد به نزدیکی در فلان وقت محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله با همین مقدار لشکر به طرف شما برای فتح کردن یا گفتیم به دست گرفتن و آزاد کردن مکه از دست مشرکان راه سپارستگویان این نقشه پیامبر رو می نویسن. این الکی چی است؟ این الکی کمک کردن به کفار است. آره؟ و این خاطب ابن ابی بلتع این رو وقتی می نویسن جبرائیل به پیامبر آمده خبر میدن، یعنی الله در همان لحظه به پیامبرش خبر میدهد که یکی از صحابه ها یعنی خاطب ابن ابی بلتع نامه فرستاده است با فلان زن که آن زن آن نامه رو دارد میبرد به مشرکان. پیامبر این رو میشنوند و 3 نفر رو، حضرت علی، زبیر ابن عوام و مقداد رو، اینها رو میگویند شما بروید به مکانی که نامش روضة خاخ است، یعنی به همون مکان بروید، در آنجا یک زن رو میبینید، با اون زن بگوید، یعنی از اون زن مکتوب رو بگیرید. اگر اون زن در روایت دیگر اومده است اگر سرکشی کرد گردن زنید، نمیدی هم گوید و زوری کرد، نه اگر داد خلو سبیلها، یعنی بموند براهش رفتن گیرد، فقط از دستش مکتوب رو گیرید همین، یعنی از اون زن فقط مکتوب رو بگیرید، اما نمیدی هم گفت دیگر حکمش چی است؟ قتل است. و حضرت علی با مقداد و زبیر ابن عوام اینها هر سهشون میروند دقیقا در همان مکان روضه خاخ اون زن رو پیدا میکنند و میگویند به ما مکتوب رو بده، ما میدونیم که در تو مکتوب است، مکتوبی که خاطب به تو داده است که در آن چی است؟ نقشه پیامبر رو خبر داده است که کدام روز با کی میبراین. اون زن میگن در من مکتوب نیست و حضرت علی میگویند مکتوب رو یاده یا تمام لباست رو میکشی که شاید در یگان در بدنت پنهانش کرده یا در روایت یا تو کشته میشوی. در این وقت از بین گیسوهایش مکتوب رو میدهد و میگوید خاطب به من همین مقدار پول داد که همین رو برده رسان. مکتوب رو وقتی میگیرند و نزد پیامبر میآیند، پیامبر مکتوب رو میبینند که چی نوشته است؟ مکتوب از خاطب ابن ابی بلتع به فلانی مشرکین آگاه باشد، پیامبر به نزد شما راه سپار میشود، شما احتیاط کنید. چون که پیامبر چی بودن؟ با 10,000 لشکر به راه برآمده ایستاده بودن. این رو وقتی میگیرند سبحان الله نگاه کنید، پیامبر هرگز شتاب نمیکنند در قضاوت کردن. به خاطب ابن ابی بلتع رو جیغ میزنند و یک باره او رو گردن نمیزنند که تو جاسوسی کردی، حکم جاسوس در اسلام قتل است. آره؟ یک باره پیامبر حکم نمیکنند، نمیگن که تو چیکار کردی، نقشه ما رو برباد دادی، تو نقشه ما رو گفته ایستاده که مشرکان هم آماده شوند و ما رو کشند. یعنی این چقدر، یعنی تصور کنید یک چی دهشت است، یک خبرکشی دهشت است. وقتی این رو میگویند خاطب ابن ابی بلتع میگوید، یعنی پیامبر میگن یا خاطب چی کار کرد، یعنی این چی است که تو کردی؟ خاطب ابن ابی بلتع میگن پیامبر الله در حکم کردن به من شتاب نکن. آره من در نزد قریش سالها بودم اما من از آنها نبودم و من هم راهی مهاجرین به نزد تو چی کردم؟
هجرت کردم و من خویش و تبار دارم در مکه که به آنها کمک کننده کسی نیست و من با همین مکتوب نوشتنم فقط خواستم که خویش و تبار مرا آن مشرکین حمایت کنند. هر صحابه که در نزد تو از مهاجرین هست خویش و تبار آنها یگان حمایتگر دارند که خویش و تبار من هیچ کس رو ندارد و من از آنها خواستم شاید به سبب همین نامه ام آنها چیکار میکنند خویش و تبار مرا حمایت میکنند و وقتی تو به مکه هجوم میکنی به آنها ضرر نرسد و همین رو بدان که من اصلا از دینم برنگشتم و من با این خط کردنم یعنی با این فرستادنی نامه ام هرگز مرتد نشدم. من از اسلام برنگشتم و من هرگز به کفر راضی نیستم و من در اسلام خود هستم. من مرتد نشدم، من کافر نشدم. فقط به خاطر خویش و تبارم اون مکتوب رو نوشتم که مشرکان چیکار کنن خویش و تبار مرا حمایت کنن، شاید به سبب همین خطم. سبحان الله. پیامبر همین عذرهای حاتب را وقتی میشنوند میگویند انه صدقکم، براستی که این راست گفت. در روایت دیگر دوستی شما راست گفت، یعنی کلن گفته حاتب را پیامبر قبول میکنه. عمر ابن خطاب میگویند پیامبر اجازت ده من گردن این منافق رو بزنم، این که جاسوسی کرد. پیامبر اجازت ده من گردنش رو بزنم. پیامبر میگویند عمر شاید که پروردگار گفته باشد که ای اهل بدر، ای آنهایی که در جنگ بدر اشتراک کردید، جان خود را به من در آن روز سپاریده که پروردگار امروز جان ما در دست تو هست، یا به شهادت میرسیم یا ما امروز غلبه میکنیم، هر کاری کنید بکنید من شما را بخشیدم. الله شاید این را گفته باشد، این از اهل بدر باشد، الله گناهایش را بخشیده باشد، شتاب نکن. حضرت عمر چشمانشون پر از آب دیده میشود، دوگر بس میکنند. در همین جا خواهران عزیز، خاطب ابن ابی بلته کاری که کردن در اسلام چی بود؟ مرگ بود، یعنی گردن زدن بود. چون که در تمام دولت ها هم همین حکم است، حکم جاسوسه. اما از یک جهت دیگر کفر هم بود که چی هست؟ شما می روید و به کافران خبری مسلمان ها رو میدید که الله که تصور کنید تیار شوید اینها رفته ایستادن به جنگ آماده شوید، همین خیلی نیست. اما قضاوت پیامبر رو ببینید. پیامبر اصلا خاطب رو به دیدن نامه که از خاطب نوشته شده است و پروردگار از بالای 7 آسمان خبر داد که جبرائیل رفته به محمد گو اینجا خط رفته ایستاده است، پیامبر اول آمده گفتن خاطب ما حملک علی هذا، تو را چی به این وادار کرد؟ چرا این کار رو کردی؟ پرسیدن پیامبر خواهران عزیز برای من و شما چی هست؟ عبرتی است. وقتی کسی گناه کرد حتما از او قاضی میپرسد که چرا کردی؟ یک بار مشرک شدی، مرتد شدی، تو زناگر شدی، تو فاحشه شدی، این گپ رو نباید بگوید. اول چرا کردی؟ با اون دلیل داشته باشد، شاید او عذرش رو میگه. بعد ببینید پیامبر عذر او رو قبول کردن. نه این رو به خاطر این نکردیم، ما تو رو میدونیم. در ما خیلی نیست، میره بی عذرت رو بیان میکنی باز میگن دروغ گفته ایستاده ای. یعنی تصور کنید بین قضاوت پیامبر، بین عدالت پیامبر، بین رفتار پیامبر و رفتار امروزه چند نفرها قاضی هایی که همین خیلی مینشینن دیدن یک کار رو دیدن، هنوز نپرسیده که چرا این کار رو کرده ایستاده است، چی او را به این حالت وادار کرده ایستاده است که این مسلمان به این گناه دست زده ایستاده است. یک باره چی میکنیم؟ ما حکم میکنیم و الکی از دین بیرون شده است و یک مشرک است و یک چی است و یک کافر است یا اینکه و یک زناگر است، در حالی که پیامبر اصلا این گونه قضاوت نکرده بودند. که دلیل حدیث صحیح بخاری است که در مغازه هم آوردگی هستن. همین را امام بخاری که پیامبر چی کردن؟ یک به یک کلمات حاتب را پیامبر شنیدند و بعد گفتن این راست میگوید، این راست میگوید، یعنی این مرتد نشده است، این از دین بیرون نشده است. سبحان الله. بعد از این این آیت نازل می شود، یعنی پروردگار همین آیت رو به حاتب ابن ابی بلته و امثال حاتب ابن ابی بلته نازل می کند که الله چی میگوید؟ ای آنهایی که ایمان آوردید، ای مسلمان ها، شما هرگز دشمنان خودتان و دشمنان مرا به خود دوست نگیرید. تلقون الیهم بالموده و به آنها محبت اظهار نکنید. آنی که به تو ای مسلمان به خاطر دینت می جنگد، به خاطر حجابت تو را بد می بیند، به خاطر قرآنت بد می بیند، آنی که بر علا قانونهای الله را مسخره می کند، نباید با او دوستی کنی، نباید با او ما شما را احترام می کنیم گویان کفکو بزنی. این حرام است برای مسلمان، حتی کفر است. اما
آیا از جهت کفر این کار رو کرد یا از جهت یگان گناه دیگر مثل حاتب ابن ابی بلتعه؟ با او صحبت کرده بعدا حکم میکنید. و الله چی میگوید؟ وقد کفروا بما جاءکم من الحق. آنها، یعنی آنهایی که شما دوست میگیرید برای خودتان که دشمنی خود شما و الله هستند، آن چیزی که از حق به شما نازل شد به آن کفر ورزیدند. آنها ایمان ندارند به قرآن، آنها ایمان ندارند به الله و به محمد صلی الله علیه و سلم. باز بالای این یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیل و ابتغاء مرضات. هم شما را هم پیامبر را به خاطر اینکه به الله که پروردگارتان است ایمان آوردید، شمایان را چیکار کردن؟ بیرون کردن از کشورتون. اونی که به خاطر دینت به تو دشمنی کرد، به خاطر دینت تو را از کشورت را مجبورت کرد که سرزمینت را ترک کنی، خانه و مالت را ترک کنی، چگونه با او دوستی میکنی؟ چگونه با او دوستی میکنی؟ اونی که سبب شد تو وطنت را ترک کنی. الله چی میگه؟ شما و ای مسلمان ها و پیامبر رو آنها خارج کردن از سرزمینشان مکه و امروزه تاجیک هایی که به خاطر دینشان از کشورشان برآمدن، به خاطر اینکه آنها میگن ما در نمازمون هستیم، ما در روش حجابمون هستیم، ما در درس خواندن کودکامون هستیم، نباید با بدبخت هایی که بر همچون میلیسه و نمیدونم دیگر و دیگرش بر علیه مسلمان ها آنجا 1001 استاتیه میکشویند و 1001 بند جنایتی با آنها دوستی کنند. نباید، چون همونها سبب شد که تو دینت را ترک کنی. نباید بگویی آنها آبادکار هستند. در دوامش الله میگه این کنتم خرجتم جهادا فی سبیل و ابتغاء مرضات. اگر شما ای مؤمن ها به خاطر من از کشورت، به خاطر جهاد در راه من و به خاطر رضاگی من شما برآمده باشید، نباید کفار را، آنهایی که بر علیه دین شما می جنگند، دوست گیرید. در دوامش الله میگه تسرون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم. شما با آنها دوستی میکنید، پنهانی با آنها مهربانی میکنید، مثل حاتب ابن ابی بلتعه که بیچاره به آنها خط کردن و من میدانم که شما چی پنهان میدارید و چی آشکار میکنید. یعنی هر کاری که با کافرها، هر معامله‌ای که دارید تو، من به همش آگاه هستم، میگوید الله. در دوامش و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل. و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل. هر کسی که این کار را کرد، دوستی با کافران کرد، قبول کرد کفر آنها رو، با آنها تبسم کرد، محبت اظهار کرد، شما باشید همیشه بر سر ما باشید، با کافری که به خاطر دینش با یک مسلمان می جنگد، فقط به خاطر اینکه او میخواد در قانون الله زندگی کند، الله میگه کسی که با آنها دوستی کرد در حقیقت راهش را گمراه است، یعنی از راه راست برآمده است. در دوامش الله میگوید سبحان الله این یثقفوکم یکونوا لکم اعداء و یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء و ودوا لو تکفرون. همین کافرها اگر شما به دستشان افتید، اگر شما به دست آنها افتید، اگر آنها بالای سر شما غالب آیند، یکونوا لکم اعداء، بدترین دشمنی را به شما میکنند و هم دستی خود را، هم زبان خود را به شما دراز میکنند. یعنی هم با دستی خود، با پای خود. چه خیلی که میدانید اهل دین را، آنهایی که در دینشان هستند، چقدر امروز اذیت میشوند در همه کشورهای کفر و کشورهای با کفر مانند. الله میگه به زبانشان شمایان را دشنام میکنند، تحقیر میکنند و به دستهایشان شما رو میزنند و میکوبند اگر شما به دستی آنها افتید. و ودوا لو تکفرون، و دوست دارند که شما هم کافر باشید و آنها شما رو به حالتان نمیگذارند. چه خیلی که در سوره بقره بداره ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تو مثل خودش نشوی، تو رو به حالت نمیگذارد. هرگز تو در نمازت باش، کاری ندار، نه او هرگز نمیخواد تو در دینت باشی. آنی که کافر است بر علیه تو میجنگد. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم یوم القیامت یفصل بینکم والله بما تعملون بصیر. الله میگه ای مسلمان ها، شما به خاطر فرزندانتان، شما به خاطر خویش و تبارتان با کافران دارید دوستی میکنید، اما این خویش و تبار شما اصلا به شما روز قیامت کمک کرده نمیتواند. بین شما و بین این کفار اگرچه خویش و تبارتان هست، روز قیامت جدایی افکنده میشود و الله به هر چی شما میکنید بیناست. یعنی هرگز
همین آیت دلیل است خواهران عزیز. هرگز به خاطر فرزندت، به خاطر خویش و تبارت به گناه دست نزن. اون نفر تو را از عذاب الله نجات داده نمیتواند، حتی در همین دنیا. به خاطر فرزندت، زنت، شوهرت، پدرت، مادرت، خواهرت، برادرت به گناه کبیره دست زدی، به گناههای کبیره دست زدی. بدون که در همین دنیا مصیبت برایت رسد، بیماری به سرت آید، مرگ به سرت آید، امتحان ها آید، همون خش تبارت به تو کمک کرده نمیتواند. باز میگوی الله کمکم کن. روز قیامت که اصلا به تو کمکش نمیرسد. پس نباید انسان به خاطر خش و تبارش، نزدیکترین انسان هایش چیکار کند؟ دست به گناه زند. چون هم در دنیا هم در آخرت ناصر شما، کمک کننده شما، اونی که همیشه میتواند دست شما را بگیرد، قدرتش هم میرسد، این الله یگانه است. هرگز به خاطر مخلوقاتش الله را کنار نگذارید، حکم های الله را کنار نگذارید. الله میگوید این فرزندان شما، خویش و تبار شما لن تنفعکم، اصلا به شما کمکشان نمیرسد، نه در دنیا هم. در همین دنیا هم چه خیلی گفتم مصیبت هایی که به سرت می آید، این الله هست که آنها را برآورده می کند و در آخرت هم، و در آخرت بین شما جدایی افکنده می شود به خاطر کفر و ایمانتان. و در دوامش الله می گوید قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهیم والذین آمنوا معه. آیت 4 است، چون آیات های سوره ممتحنه کمی دراز هستند. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الله میگوید مؤمنانی که به خاطر خویش و تباری با کافران، یعنی کافری که بر علیه دین تو می جنگد، دشمنیش با تو هست، با دینت هست، با الله هست، زبانش آرام نمی گیرد، همیشه در دهان تو بیزار از ملا و بیزار از مسلمانی و بیزار از حکمهای به گفته خودشان افراطگراها هستند. الله می گوید آنهایی که این گونه انسان ها را خویش من است و با خویش و تبار من نزدیکی دارد گویان دوست می گیرد، برای شما اسوة حسنه، یک الگوی بهترین هست، نمونه بهترین هست در حضرت ابراهیم و آنهایی که با او بودن، مؤمنانی که با او بودن. چون وقتی قوم ابراهیم از پدر حضرت ابراهیم شروع کرده، دیگر خویش و تبار و قوم ابراهیم دشمنی خود را با ابراهیم و اهل توحید شروع کردند و گفتند بس کن، ما بیزار از دعوت تو هستیم، نیست شوی و تو را نابودت میکنیم، و حتی به آتش حضرت ابراهیم را انداخته بودند. حضرت ابراهیم و پیروان حضرت ابراهیم گفتند به قومشان، به خویش و تباری که آنها دشمنی دارند به الله و به پیامبرش، این براء منکم، ما بیزار از شما هستیم، بیزار از آنهایی که به دین الله می جنگید، بیزار از آنهایی که می گوید و ما از دین الله نگو، و مما تعبدون من دون الله، و ما بیزار هستیم از آنچه که شما الله را کنار گذاشته عبادت میکنید. کفرنا بکم، و ما کفر ورزیدیم به شما و آن چیزی که شما عبادت میکنید، یعنی ما تماما آن را قبول نداریم. و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا، و بین ما و بین شما عداوت و بغضا، دشمنی و بدبینی پایان ندارد، ابدی هست، تا اینکه شما به الله یگانه ایمان بیاورید. یعنی تا زمانی که تو به الله یگانه ایمان نمی آوری و در شرک خود هستی و بیزار از مسلمان هستی و دشمنیت رو با مسلمان ها بر عیان میکنی که قوم ابراهیم این رو کرده بودن. چون بعد از این میبینید آیت هست که پروردگار میگوید لا ینهاکم الله عن الذین لم یخرجوکم من دیارکم، یعنی آیتی دیگر میگوید، حاضر آیت رو فقط من یک گوره لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. الله میگوید آنهایی که به خاطر دینتون با شما نجنگیدن، شما رو از کشورتان خارج نکردن، یعنی کافر هستند اما بر شما ضرر نرسانیدن، شما رو از
از دینتون به خاطر دینتون به شما جنگ اعلام نکردند و با زبانشان اذیت ندادند و شما رو از کشورتون خارج نکردند و آنها خوبی کنید با که ندارد. یعنی خیش و تباری کافرت باشد و بدینی تو کاردار نشود و او خوبی کنی با که ندارد که کمی بعد این آیت رو هم میخوانیم. اما اینجا قوم ابراهیم دشمنیش بر علا بود با که با اهل توحید و با ابراهیم و با پیروان ابراهیم. برای همین چه گفتن؟ اینها گفتن هم ابراهیم هم پیروانشان که ما با شما دشمنی و بدبینیمون ابدی هست تا اینکه شما به الله یگانه ایمان بیاورید. یعنی به خاطر اینکه تو به من دشمنی میکنی، به خاطر دینم، به خاطر حجابم، به خاطر قرآنم، به خاطر اینکه من میخواهم زیر پرچم الله، حکم الله زندگی کنم، چرا من به تو دوستی کنم؟ چرا من روم از تو خواهش کنم که با من دوستی کن، با هم مناسبت کنیم؟ آره بعضی وقت میشود که مسلمان ها خیلی ضعیفن، با کافران یگان معامله برقرار میکنن، یعنی یگان صلح برقرار میکنن. مثل اینکه پیامبر در صلح حدیبیه با مشرکین صلح بسته بودن که با هم دیگر جنگ نمیکنیم. وای مسئله دیگر است. اما تو بر من دشمنیت رو اعلان کردگی هستی، باز هم من خوش آمدگو هستم که با تو دوستی میکنم، من با تو نیاز دارم. نه، من بیزار از کفر تو هستم، چگونه که تو بیزار از ایمان من هستی، بیزار از دین من هستی. مگر میگوید الله در یک چیز در ابراهیم برای شما عبرت نیست، در یک چیز از ابراهیم عبرت نگیرید. اون هم چی هست؟ وقتی ابراهیم لاستغفرن لک گفت به پدری خود. سبحان الله، مهربانی حضرت ابراهیم این بود که خواهران عزیز، حضرت ابراهیم وقتی پدرشان آذر این همه اذیتشان کرد، در روایت حتی به آتش افتی ابراهیم آذر هم شریک بود، این همه ابراهیم رو دشنام میکرد و پسرم دیوانه هست میگفت و چیز دیگر. باز ابراهیم میگفتن پدرم من از الله به الله دعا میکنم که گناهت رو الله ببخشد. یعنی مهربانی پسری بود در آنجا، مهربانی خیش و تباری بود که ابراهیم میگفتن که لا استغفرن لک، من دیگر کار کردن نمیتوانم، اما یعنی از دست من چیزی برای نجات تو نمی آید، اما من استغفار میکنم برای تو از الله. ولی الله چی گفت؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى. نباید نه پیامبر نه مومنان برای مشرکین استغفار کنند اگرچه خیش و تبارشان باشد. یک نفری مشرکی که بت پرست است، عیسی پرست است، مسیحی است، یهودی هست، شرک آشکارش هست، مشرک است، اگر مرد الله گناهش رو بخشد. گفتن جایز نیست در اسلام، برای اینکه اون مشرک مرد گناه او را بخشیده نمی شود. و الله هم میگوید شما از ابراهیم پند بگیرید، در زندگیش برای شما الگویی هست. اما وقتی ابراهیم به پدر مشرکش گفت که من از الله برای تو طلب استغفار میکنم، در این مسئله پند نگیرید، در این مسئله برایتان نباید ابراهیم الگو شود، برای اینکه برای مؤمن و برای پیامبر هم چی است؟ حرام است که برای یک مشرک طلب استغفار کنند که بعد از این حضرت ابراهیم توبه میکنند. وقتی الله میگوید استغفار برای مشرکان جایز نیست. و در دوامش میگویند و ابراهیم گفت ربنا علیک توکلنا، پروردگارا و هم آنانی که همراه ابراهیم بودند، ما به تو توکل کردیم، امور خود را به دست تو سپاریدیم و الیک انبنا، و به تو برگشتیم در مشکلی های خود را گفتن و در طلب دعا کردن و در حاجت های خود را برآورده کردن، به تو برگشتیم و الیک المصیر، در دنیا هم برگشتیم و در آخرت هم بازگشت ما به طرف توست. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، پروردگارا ما را هرگز برای کافران، یعنی به دست کافران ابتلا نکن. سبحان الله، پروردگارا نگذار ما به دست کفار بیافتیم و آنها گمان کنند که ما حق هستیم که اینها به دست ما افتیدن، ما حق هستیم که اینها بیچاره هستند، این رو به ما نشان نده. نگذار کافران بر سر ما مسلط شوند، نگذار کافران بالای ما قهر و جل کنند یا گفتیم ما گرفتار دست کافران و ظالمان باشیم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، امتحان نکن ما رو با دستگیر شدن به دست کفار که آنها چی میگن؟ یکمین چیزی که میگن اگر اینها حق بود و پروردگارش حق بود، چرا این گونه خور ذلیل است؟ و با همین خود رو حق میدانند. واغفر لنا ربنا، برای همین از دعای پیامبرم بود
و شماتت الاعدا میگفتن، یعنی پروردگارا نگذار که من به مصیبت گرفتار شوم و دشمنان من خرسند باشند، یا پروردگارا نگذار که من به دست ظالم کافر گرفتار شوم و آنها مرا به فتنه گرفتار کنند. واغفر لنا ربنا، و ما را ببخش پروردگارا، انک انت العزیز الحکیم، براستی که تو عزیز و حکیم هستی، آنی که غالب بر سر تو کسی غالب نمی شود و در گفته هایت کرده هایت شریعتت حکیم هستی. لقد کان لکم فیهم اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. الله میگوید برای شما الگوی بهترین بود در ابراهیم و آنهایی که ایمان آوردند، برای آنهایی که به الله امید دارند و به روز قیامت امید دارند به حساب کتاب. و من یتول فان الله هو الغنی الحمید. اما هر کسی که روی میگرداند از گفته های الله، از شریعت الله، گمان نکنید که به الله ضررتان میرسد. هو الغنی الحمید، الله بی نیاز است و ستایش شده است. الله را این همه فرشته ها، این همه مخلوقات تسبیح میگویند و ستایش میکنند. یکی شما روی گردانیدید به الله هرگز ضرر نمیرسد. در دوامش الله میگوید آیت 7: عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده والله قدیر والله غفور رحیم. همین آیت خواهران عزیز مواسات است، یک تسلیت هست، یک دلبرداری هست برای مسلمان ها. الله میگه وقتی اینقدر از دست کافران دل خورده میشوی، بعضا ناامید هم میشوی که همین فاسق بدبخت ایمان می آورده باشد یا نه، اونی که قدر اذیت هم کرد، اینقدر مسلمان ها رو اذیت کرد، یا بعضا از دست یک آدم ظالم. الله میگه شاید پروردگار بین شما و بین آنهایی که دشمنی کردید از آنها، از مشرکان، موده برقرار کند. موده چی؟ دوستی. یعنی قلب ها در دست پروردگار هست. شاید که یکی آنها مسلمان می شوند، یکی همون آنی که همیشه با تو دشمنی داشت، مثل که ابو سفیان صخر ابن حرب که با پیامبر چند سال دشمنی کرد، فقط شبی فتح مکه آمده اسلام آورد. تصور کنید اگر 8 سال فتح مکه شده باشد، 13 سال با 8 چند می شود؟ 21 سال ابو سفیان با پیامبر دشمنی کرد، 21 سال علیه پیامبر با شمشیر بود. در آخر آمد و اسلام آورد و خوبم اسلام آورد و جهاد هم در راه الله کرد. سبحان الله. و همین گونه مثل ابو سفیان کم نبودند مشرکانی که ایمان آوردند و بعد از این چیکار کردند؟ در راه الله جنگیدند و مثل وحشی مثلا شهید هم شدند. الله میگوید یعنی اینقدر وقتی بعضا ناامید میشوید از دست بعضی منافقین و بعضی دشمنانتون که این انسان یگان روز آدم میشده باشد یا نه، الله میگوید یعنی ناامید هرگز نباشید، ناشدنی نیست، هر چیز شدنش ممکن است. شاید پروردگار روز بین شما و بین دشمنان شما موده برقرار کند، موده دوستی. والله قدیر، و الله به این قادر است، یعنی الله به این قادر است. والله غفور رحیم، و الله بخشنده مهربان است برای هر یک کافری که بعداً مسلمان شد و چیکار کرد، خوب اسلام آورد. 1 دقیقه درسم دم دخترچی میدکیم دوام میدیم. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. یک چیز را نگفته گذاشتم خواهران عزیز. در بالا گفتیم الله میگوید برای شما در ابراهیم و قوم ابراهیم که از قومشان که آنها مشرک بودند و دشمنی بر علیه دین داشتن عبرت است. این آیت رو بعضی ها گرفته میزنن به مسلمان ها. چه خیلی که گفتم این تکفیری های بی انصاف امروزه که سبحان الله روز از روز میبینم فقط جوان های خیلی سن سالشان میده و هنوز به کتاب و به قلم دست نزده به این فکر هستن که همین گونه سوال به من زیاد می آید. ولی مشرک نیست مگر پدری من مادری من مشرک نیست؟ از دخترکایی که هنوز باوری دارم که 2م 3م کورس دانشگاه نیستن، یعنی نو مکتب را تمام کردن و همین آیت رو میگیرن که آخر ابراهیم از پدری خود بیزاری جست. اما ابراهیم از کدام پدر بیزاری جست؟ از آزری که مشرک بود، از آزری که آتش پرست بود، از آزری که از توحید ابراهیم بیزار بود. یک پدر تاجیکی رو با آزر یا مقایسه کرده می شود؟ پدر تاجیکی که می داند که اسلام کی به تاجیکستان آمده بود، یا اینکه شما 2-3 شرط لا اله الا الله امروز خواندید که پدرتان ندانست و او کافر شد؟
یعنی این گونه آذر مشرک رو آورده با یک پدر تاجیک یا مادر تاجیک مقایسه کردن به انصافی، به عقلی، در عین حال عموما از دین بیرون گپ زدن هست که تو یک مسلمان ره که در جهل است یا در بعض مثلا خطاگی های جدی هست به خاطر بیسوادیش میبری به یک مشرکی که در اصل مشرک است چی میکنی؟ قیاس میکنی که در همین مسئله که همین آیت رو میگن که آیا به پدر بی‌ادبی کرد؟ ابراهیم به پدر خود بی‌ادبی نکرده بود. برای اینکه شما در سوره مریم بودن خطا نکنم میبینید که ابراهیم فقط یا ابتی گفته صحبت کردگی هستند، ای پدر جان من. و همون آذر مشرک پیامبر ابراهیم همیشه یا ابتی لا تعبد الشیطان، ای پدر جانم. فقط ابتی در زبان عربی چی است؟ معنیش با تاجیکی پدر جان. هرگز ای مشرک تو پدر من نیستی گفتگی نیست. ای پدر جان من نمیخوام در دوزخ بسوزی، نمیخوام شیطان مولای تو باشد گفتگی هستن که این بی‌ادبی و بی‌سوادی که امروز دیده ایستادید باور کنید در یگان دین و آیین نیست. حتی کافرها هم این گونه، یعنی کافرانی که از انسانیت نبرآمده هستند این گونه با پدر و مادر خود من از تو بیزار هستم به خاطر شرکت کفرت نمیگن. اون هم به پدر و مادر تاجیکی که چه خیلی گفتم کی شد که شما کلی تاجیکان رو به شرک و به کفر برآوردید. میگذاریم به آیت 8. الله میگوید لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. ای مسلمان ها، الله شما را نهی نمی کند، من نمی کند از اینکه کافرانی که با شما به خاطر دینتان نجنگیدن و شمایان را به خاطر دینتان از دولتتان بیرون نکردن، ان تبروهم به آنها خوبی کنید و تقسطوا الیهم و به آنها عدل کنید. در تفسیر قرطبی در کلمه تقسطوا گفته شده است که آنها محتاج باشند به آنها پول دهید، کمک کنید. در دیگر تفسیرها تقسطوا با انصافانه با آنها رفتار کنید، اما کمک مالی راجح تر است چون که با انصافانه با عدل رفتار کردن به مؤمن و کافر یک است برای مسلمان. یعنی مسلمان باید با کافر هم با مؤمن هم از روی عدل و انصاف عمل کند. آره؟ و الله چی میگوید؟ دوستی کردن خواهران عزیز معنای دیگر هست، خوبی کردن معنای دیگر هست. دوستی چه است؟ یک نفر رو شما وقتی به خود دوست قرار میگیرید خطاگی های او رو نمیبینید. چی میگن؟ چشم دوست کور است میگن. داره؟ خطاگی های دوستتان رو نمیبینید، به همه کارهایش راضی هستید، قبولش دارید. این دوستی هست. اما خوبی کردن چیست؟ من یک نفر رو دوست نمیدارم، عموما قبولش هم ندارم، اخلاقش برای من پسند نیست، اما وقتی محتاج است کمکش میکنم. از روی آدم و آدمگری چگونه مسلمان بودنم رو هم به او نشان میدهم. این معنیش دوستی رو نشان نمیدهد. الله هم اینجا چی میگوید؟ آنهایی که بر علیه دینت جنگیدند تو را از کشورت خارج کردن با او دشمنی کن. وقتی سلاح در دستت هست، قوت در دستت هست، آنها رو قتل عام کن. اما اونی که کافر است اما بر علیه دین تو نمی جنگد، یعنی با دین تو کار ندارد. مسلمان ها هم انسان های خوب هستند میگوید، میگونه کافرها هستند. آره؟ الله میگوید به آنها خوبی کنید، به آنها خوبی کنید، جایش باید به آنها کمک کنید، یعنی پول بدهید، به این گناهکار نمیشوید. این الله یحب المقسطین، الله اهل عدل و انصاف را دوست می‌دارد. حدیث در بخاری است وقتی اسماء دختر ابوبکر صدیق میگویند مادر من مشرکه هست و میخواهد با من رفت و آمد کند، چی کار کنم؟ پیامبر میگویند سیلی امکی، با مادرت رفت و آمد کن، اون مشرکه هست که بر علیه دین تو نمی جنگد. یا پیامبر صلی الله علیه و سلم در همان صلح حدیبیه بود با قبیله خزاعه که آنها فرشته پرست بودند، اتفاق نامه بسته بودند که ما شما را حمایت میکنیم، شما ما را. موالات یعنی دوستی کردن و من تو کلان تو رو قبول دارم، من به خطاگی های تو چیزی نمیگم چون ما دوست هستیم، چیزی دیگر از خواهرها. اما نیکی کردن، خوبی کردن چیزی دیگر، یا معامله کردن، یگان نمود شرط نامه بستن یا اتفاق نامه بستن چیزی دیگر است. و این آیت دلیل بر چی است؟ کافر اگر بر علیه دین تو نمی جنگد او چه است؟ او یک انسان است. حتی به حیوان وقتی خوراک میدی تو ثواب میگیری، به اون کافر هم خوراک دادی ثواب میگیری. و الله چی میگه؟ هرگز شما را الله من نمیکند از اینکه و این گونه کافرانی که شما با شما علیه دینتون نمی جنگند و از کشورتون به خاطر دینتون خارج نمیکنند به اونها خوبی کنید،
با آنها خوبی کنید، کمک کنید. الله اهل عدل را دوست می‌دارد. امروز چی میگن؟ او کافر است، با او عموما ممکن است السلام علیکم، راست گفتن السلام علیکم این شعار مسلمان ها هست، این رو باید به مسلمان ها گفت. اما روزتون بخیر و شبتون بخیر گفتن وقتی که او کافری هست که بر علیه دینتون نمی جنگد، چه گناه دارد که شما میگید کافر رو دیدی زده گذر؟ حتی این آیت کجا می رود؟ یا این آیت رو هم منسوخ گفتید که در نزد بعضی علما هستن که نه آیت منسوخ است، اما با حدیثی که در بخاری هست و با شرطنامه هایی که پیامبر کردن و این چونین در ما حدیثی مشهور است که دختر حضرت علی ام کلثوم که بعداً همسر حضرت عمر ابن خطاب میشوند، هدیه میفرستند به همسر پادشاه روم اروپای امروزه که او هم از اون طرف هدیه های کلان میفرستد. این معنیش اینه که من با او دوستی نزدیک هستم، معامله برقرار کردن است. و این انسان گناهگار نمی شود که در ما آیت 8 چه است سوره ممتحنه هست. و الله در دوامش میگه انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. بلکه الله شما را من میکند این که خوبی کنید. دوستی کردن که عموما به یگان کافر ممکن نیست. خوبی کنید با آنهایی که به خاطر دینتون به شما جنگ اعلام کردن، به خاطر دینت تو را نابود میکنیم، به خاطر دینت نمیخوایم در آزادی باشی و شما را از سرزمینتون بیرون کردن که ما نمیخوایم این مسلمان ها همراه ما در اینجا زندگی کند و ظاهروا علی اخراجکم و برای شما را از کشورتون خارج کردن به دیگرها کمک کردن در این وقت و ظاهر کردن کفر خود را. ان تولوهم، انا با اینها شما موالات نکنید، با اینها دوستی نکنید، با اینها نزدیکی نکنید، اونی که بر علاوه است دشمن دین تو هست و هر کسی که با آنها موالات میکند، نزدیکی و دوستی میکند، فاولئک هم الظالمون، اینها چه هستند؟ از جمله ظالمان هستند. و من یتولوه منکم فانه منهم، در آیه دیگر وقتی با اینها شما موالات دوستی کردید خودتون هم از آنها هستید. وقتی با یک نفری که علیه دین می جنگد تو میگویی من دوستی میکنم با کنیز، انسانی پولدار است، انسانی خوب است، خیش و تبارم است، خسر بچه‌ام است، تو هم از همون هستی، تو هم از همون کافر هستی که تو چه میگویی هر چه دشمن دین باشد هم من در نزدش هستم. در این وقت تو هم از جمله همان هستی و هرگز با بهانه ساختن که من ایمانم در قلبم هست و با این چند کافر دوستی میکنم یا دشمنان دین دوستی میکنم نمیتوانی برای خود هیچ جد بیاری. برای اون که عزیزان پیامبر صلی الله علیه و آله میگویند المرء علی دین اخیه فلینظر احدکم من یخالله، انسان در دین برادرش هست، پس نگاه کنید با کی دوستی میکنید، کی بودن شما را، چی بودن ایمان شما را، تا چه اندازه شخصیت شما را از دوستانتان فهمیده می شود. با کی دوستی میکنید شما در دین آنها هستید. با کی حتی بین مسلمان ها خواهرانی که همیشه دوستانشان نه از کتاب و نه از درس و نه از یگان خیر و پیشروی، فقط درباره پختن و خوردن و پوشیدن گپ میزنن، بدونید که خودشون هم همین گونه هستند که با همین گروه یا کمپانیا میگردن. خواهرانی که اطرافشون اهل علم است به صحبت های علمی دست میزنن و میبینید که به انسان‌های خاکسار یا اونهایی که اهل دنیا نیستن بدونید که این انسان هم همراه آنها هست، چون روحش آنها رو میخواهد، مثل آنها هست. پس مسئله با کافر دوستی نزدیکی، پس مشکلی در ایمانت است. با فاسق دوستی نزدیکی، مشکلی در ایمانت است. با اهل علم دست میزنی، انشاءالله که ایمان صادقانه داری. این بود عزیزان خواهران عزیز تا آیت 9 سوره ممتحنه. دو آیت دراز دیگر هست که الله زنده و سلامت اگر بدارد درس دیگر تمامش میکنیم. اینجا سوالای باشد بفرمایید.